امروز در همه گوشه و کنار کشور جشن 31 سالگرد استقلالیت دولتی تجلیل کرده شد. بخشیده به این صحنه مهم رهبریت شهر لیوکند، نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان و هیئت دیگر مهمانان سرول از نمایش استحصال محصولات خواجگی خلق دیده نمودند. در نمایش محصول زحمت نمایندگان کسب و کار گوناگون به تماشا گذاشته شد. زحمتکشان شهر محصول دسترنج خود را پیشنهاد مهمانان کرده از آن اظهار قناعتمندی کردند که با شکرگزاری از فضای آرام و آسوده کشور در آبادی و شکوفایی وطن با مهنت صادقانه سهم ارزنده خود را می‌گذارند. امروز مردم شریف شهر لیوکند در قطار مردم سربلند و سرفراز جمهوری تاجیکستان 31 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با شکوه و شهامت قید نموده ایستادند. استقلالیت دولتی این یک نعمت بی‌بهای است که با تشبث سرور دولت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت به دست آورده است. 31 سال است که مردم شریف جمهوری تاجیکستان در سالهای بنیادکاری تحکیم وحدت ملی در زمان صلح و آسایش استقلالیت دارند، زندگی دارند. سپس در میدان ورزشی شهر جمع آمد تنتنوی با اشتراک وسیع ساکنان برگزار گردید. در جمع آمد رهبریت شهر به سخن برآمده اظهار داشتند که واقعا هم استقلالیت دولتی نعمتی بی‌بهاست، چون که محض با شرافت استقلالیت مردم سربلند کشور توانستند همچون ملت قدیمه و تمدن‌آفر در عرصه جهانی شناخته شوند. توسط صاحب استقلالی تاجیکستان توانست نه تنها رشد نماید، بلکه در این برابر با یک قطار دولت‌های پیشرفته جهان همکاری‌های گوناگون نیز داشته باشد. در این مدت در شهر لیوکند نیز کارهای آبادانی و سازندگی جریان تازه پیدا کرد و در زمینه دستگیری و تشبث سرور دولت با اقدام صاحبکاران وطنی یک قطار انشاءات تعییناتشان گوناگون ساخته شده دوره به دوره مورد استفاده قرار داده شد. بنیاد از نوسازی راه‌های امکانیت فراهم آورد که امروز رفتار ساکنان دهه‌های دوردست به مرکز شهر باز هم آسان و قولای گردد. در حدود شهر بنیاد و ساختمان انشاءات گوناگون با مرام جریان داشته مردم زحمت پیشه شهر لیوکند تلاش به آن نموده ایستادند که همه‌ساله این جشن ملی را با دستاوردهای خوب مهنتی استقبال بگیرند. نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد حاضرین سخن گفته ابراز نمود که با تهیه و مورد عمل قرار گرفتن یک قطار برنامه‌های دولتی، پیشنهاد لایحه‌های گوناگون بین المللی، امروز تاجیکستان موقع و نفوذ بلند، اعتبار و احترام به دست آورده است. در دایره سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی در تمام کشور کارهای آبادانی و سازندگی رواج و رونق تازه پیدا نمود که به این وسیله مردم بار دیگر درک نمودند که برای نگهداری و پایداری استقلالیت دولتی باید همواره در تلاش باشند، زیرا امروز با به میان آمدن دیگرگونی‌های افزای جامعه جهانی یک قطار دولت‌ها از میان رفته ایستادند. امروز شکرانه از آن باید نماییم که در سرجمی و متحدی در فضای آرام و آسایشته و آباد و زیبای کشور محبوبمان جشن و صحنه‌های مهم و تقدیرساز ملت را تجلیل می‌نماییم. طی 31 سال استقلالیت جمهوری تاجیکستان در شهر نویای جمهوری تاجیکستان بسیار تغییرات ایجابی وارد شدن، از آن جمله ساختمان‌های بسیار انشاءات عظیم خرد میانه معیشی و اقتصادی مورد استفاده قرار داده شده است. کوشش به خرج می‌دهیم که در گرد سرور دولت جمع شده برای آبادانی وطن عزیزمان سعی و کوشش می‌کنیم. در قسمت دیگری تنتنه‌های جشنی بخش فرهنگ شهر با برنامه فرهنگی عبارت از سرود و ترانه‌های دلاشوب در وصف وطن و افتخار وطنداری خاطر جمع آمدگان را بالیده گردانیدند. واقعا دستاوردهای استقلالیت زیادند. میوه‌های شادبار استقلالیت زاده زحمت هر فرد کشور، تلاش و غیرت سازنده و آبادکارانه هر نفر شهروند است. اما دستاوردی از همه بی‌بهاترین این صلح و وحدت کامل است که امروز توسط آن مردم شرفمند کشور یک جا با پیشوای خردمند خود سوی فردای درخشان قدم‌های استوار و باوری بخش می‌گذارد.